روزی که داریم در کنار هم جمع بشیم علیه استبداد بایستیم و تمام فریادمون رو در پل استبداد بزنیم. مفصل دوستانی هستند که میخوان به نمایندگی از شما تمام سخنشون رو با همه این ستونها و مستندین این مملکت رک و واضح و روشن بگن که ما استبداد رو دیگه نمیپذیریم. ما اولین کاری که باید انجام بدیم و وظیفه ما به پاس 5-6 ماه خدمت مردم ما در خیابان‌ها این همه سرکوب، این همه شکنجه، تجاوز در زندان‌ها و همه این مسائل ابتدا وظیفه خودمون کنار درهای علومی دانشگاهی و یک بار دیگه اتحادمون رو، همراهیمون رو، همدستگیمون رو با ملتمون، با مردممون ابراز کنیم. بعد خواهیم گشت و تمام سخن و خواهیم گفت با تمام